و شروع میکنیم از یک خبری مهم. به اطلاع دریافتی رادیو آزادی، یک گروه از ساکنان ناحیه بلجوان را با گمان آتش زدن حجره خوابی دادستان مراد مقیمزاده بازداشت کردند. در حالی که مقامات شرح نمیدهند، دو منبع رادیو آزادی در نهادهای انتظامی ولایت ختلان روز 5 میون گفتند که این گروه از 8 نفر عبارت است. یکی از منبع‌ها با شرط فاش نشده نامش به رادیو آزادی گفت تحقیق ابتدایی روشن کرده است که آنها چند سال باز با نام گلخن افروزان در جماعت سری خواستار بلجوان فعال بوده، گویا به ضد بی‌عدالتی مبارزه می‌بردند. مثل فیلم رابین گود در گذشته در چند آتش‌زنی دیگر دست داشتند. مصاحبان رادیو آزادی علاوه کردند که پرونده 8 عضو گلخن افروزان از طرف ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان تفتیش می شود و احتمال است که بعضی از جزئیات به زودی به دست بیاید. تاکنون موقع بازداشت شدگان یا نزدیکان و وکیلان مدافعشان معلوم نیست. حجره را که دادستان ناحیه بلجوان مراد مقیمزاده خوابیده بود شب 20 می آتش زدند. انگیزه این کار رسما گفتن نشد. مراد مقیمزاده 44 ساله یک سال پیش برای کار در مقام دادستان ناحیه بلجوان به این گوشه ولایت ختلان رفت، اما بعد از سوختن حجره خوابش که همزمان سبب تفتیش فعالیتش گشت از کار رانده شده است.